بچه‌ها به چه امید واقعا اینا رو درست میکنن؟ خیلی تنده، جمعش کن. برو خونه‌شون، برو خونم. سلام به کانال منمون خوش اومدین. من منام، دوستم مریم. سلام. امروز اینجاییم با دنیای عجیب از اسنک‌ها. بزن بریم. خب این چیه مونا؟ اینجا کریسپی سیوید داریم. خب این فکر میکنم همون اسنک از جلوک آره. دریایی. اونا که سوشی خور هستن این طعمه براشون غریبه نیست و اینو با نودل، برنج و سس تند میخورن. خالی هم این البته سرشار از اصلش اینه که دیگه خالی میخورن، ولی خب سرشار از مواد معدنیه و بعضیا خیلی اینو فیبرم دوست داره دارن. بچه‌ها. آره فیبرش هم بالاست. از کدوم کشور مریم؟ تایلند. بچه کالریش پایین نیست، فکر میکنم کالریش البته اینجا خیلی مشخص نیست، زیر برچسب کمتر از چیپس 230. بچه من وای چرا اینقدر چی میریزه بیرون میده بکن. وای اصلا دوست ندارم، میخواستم همینو بگم. من سوشی رو فقط با جلبک دورش مشکل دارم، یعنی دوست ندارم اصلا و حس میکنم که اونم دوست نداشته باشم. بوش خوب نبود. بوی فاضلاب گندیده میده. نه بوی دریا، دقیقاً بوی کف دریا میده. اینجوریه بچه‌ها، بسیم نمیدونم مشخصه یا نه. خیلی نازکه، یعنی خیلی. واسه همینم بچه آخه دیدین که ظاهرش خیلی باد کرده بود، واسه همین اینا صدمه ندیدن، یعنی خورد نشدن. درسته؟ باید جلوگیری از ضربه دیگه. کمش آشنا تردیگ ماهیه. هرچند مامانم که ماهی رو سوخاری میکنه دقیقاً اگه اون پوست روش که سوخاریشو داره بکنیم و تنها بخوریم دقیقاً این خودشه چیزو میده، طعمو میده. ولی یکم که تو دهن میمونه دقیقاً بو و مزه ماهی و دریا رو میده. بچه من خیلی بدم اومده ازش. بعدم زیاد نمیدم، فقط اگه بوشو نشنم خیلی بدم نمیدم. ای نازک و ترد بودنش خیلی بهم حس خوبی میده، ولی بوش بهم حس بدی میده. یه سر برام کرم داره، مدام که بازم بخورم. مریم که داره زرج میکشه اون زیر، خیلی بد مزه است. برام نماسم. اینقدر بد من از ماهی و میگو بدم میاد، حالا دیگه بیام پوست ماهی که بوگندو رو بخورم. وای میدونم بچه مریم خیلی بدش اومد، ولی من بدم نیومد. طعمشو دوست داشتم، بوش فقط خیلی بدم میاد. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر بدت بیاد. الان ناراحتی؟ آره. بریم بعدی بچه‌ها، بریم تا مریمو به شوره ببره. البته خودشون نه ولی طعم. چی داریم اینجا مریم؟ انگری اسپایسی. بچه این هم از کشور تایلنده. خب از برند بنتو و اینکه این یه اسنک میکس شده از چیزای دریایی، مثلا مثل ماهی یا فرآورده‌های دریایی، ولی دقیقاً ننوشته حالا مثلا چی میتونه باشه توش. و کلا دریایی و بیشتر تو کشورهای مسلماً آسیای شرقی استفاده میشه و پروتئین داره بچه‌ها. کنار نوشیدنی و اینا حالا به عنوان مزه خیلی استفاده میشه، ولی خب به عنوان اسنک هم استفاده میشه. کلا دریایی دیگه، ولی نمیدونم حالا چه طعمی میده. امیدوارم مثل اون انقدر بوی دریا نده، چون من قبلی‌ها که خوردم هنوز طعمش تو دهنم مونده. بچه اینجا هم نوشته میکسد سی فود، یعنی از چند تا چیز دریایی، ولی خب روش هم اسپایسیه. نمیدونم چقدر میتونه تند باشه. اول بو چقدر توش کمه واسه همین. بوش بنزی اون بد نیست، ولی بوی دریا حس میشه. بوی بد میده، بوی انگار بچه‌ها من تا حالا ندیده بودم انگار مثلا آشغالای میگو اینا رو گذاشتی تو سطل مونده بعد این بو رو میده. خب واقعا نمیدونم توی بسته یه چیزا اینقدر کم ببینم، اصلا نمیفهمم. اینقدر بهم چسبیده که نمیشه خوردش. خب حالا اصلا ریزاش بخور. چرا انقدر درشت برمی‌داری؟ چجوری واقعا امید داری که بتونی اینو بخوری؟ تو منافق کنم از اینایی که مثلا چششو ببندن اصلا بگن این گوشت انسانه قشنگ میخوره. من نمیدونم چرا اینجوریه. تند؟ روشم نوشته انگری اسپایسی. وای
کاش کوچولو من دندون یه زده بودم. ذره دندون زدم مونا. اصلا میدونین چی شد؟ اینجوریه. من گاز که زدم انگار مشت اومد تو صورتم. ببین این باید تندش بکنن که بتونن این بو مزه گندش رو تحمل کنن. تو نخوردیم خوردیم؟ ها خوشمزه هم نیست زیاد. بچه به چه امید واقعا اینا رو درست میکنن؟ خیلی تنده. جمعش کن. برو خونهشون، برو خونم. بریم بعدی. تا اینجای ویدیو همراهمون بودید، پس لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش هم بزنید. اسنک مورد علاقه آسیای شرقی یه محصول از کره با طعم میگو که چون سرخ شده طبیعتاً کالری بالایی داره نسبت به اونا. خب بازش کنیم ببینیم چه طعمی داره. من فکر میکنم طعمش برام آشنا باشه چون این مدل اسنک رو خوردم. بو میده؟ وای نه دیگه واقعا نمیخوام. بوش کمتر از اوناست ولی بازم بوی گنده. وای راست میگه بو میده بازم. چه اینو علاقه دارم به این بوها؟ مثلا من واقعا دلم درد میکنه، زبونم از اسنک قبلی میسوزه، کمرم هم درد میکنه، حوصله طعم بد ندارم. باز قابل تحمل تر از اونه. دوست نداشتم. بای طعم دریا میده. مزه پودر ته‌نشین شده دریا رو میده. بوش هم میده. چرا آخه؟ مزهش خیلی آشناست مونا. بوی گندی میده که مثلا فکر کنی توی مرغداری چند تا مرغ رو گذاشتن. مرغ نه بابا، تو از این مغازه‌های ماهیا هست که بوی میاد. ولی من حس میکنم حتی مرغداری هم کنارش بوده. اومدن چند تا مرغ رو گذاشتن، بعد از بوی اینا با بوی میگو تولید کردن و واقعا خوشمزه است. واقعا خوشمزه است؟ دروغ میگه دارش به هم میخوره. حالم به هم خورد. من همینم کامل نمیخورم. خب اینجا چی داریم؟ اسنک جک. خب بچه خدا رو شکر این اسنکه طعمش نخود فرنگیه و احتمال میدم که نخود فرنگی دیگه بوی دریا نده. فکر میکنم تا الان اینایی که خوردیم این حداقل قابل یکم تحمل دقیقاً. باشه. طعمش بچه ها واسابی نمیشه، واسابی فلیور و خب امیدوارم که تندیش کم باشه چون که چند تا چیز تند دیگه هم قرار بخوریم. تند باشه، شور باشه ولی حداقل بوی گند ماهی نده. بچه طعمش که نخود فرنگی یه ذره از اسنک‌های دیگه متفاوتش میکنه و خب چقدر این خانم زیباست که سرشو با دستمال بسته. خب کلا قیافش هم حالا هوای ژاپن و آسیا شرقی و این چیزا میده. بچه‌ها محصول تایلند هم هست اینجا نوشته و خب بریم ببینیم چه طعمیه. از پفی که داره خیلی خوشم میاد. خدا رو شکر بوی دریا نمیده. بوی نخود خام میده، به تو میبره به اعماق وجود نخود ها. واقعا عاشق سبزی. فکر کنید مثلا ما از نخودم حتی خوشمون نمیاد آنچنان، ولی دیگه اونا چی بودن که الان دیگه ما به نخود راضی شدیم. ما جمع نبود، من با نخود اوکیم. بچه خب ویژیتریانه روش نوشته و ویژیتریان گرین پی اسنک، یعنی برای اونایی که ویژیتریان هستن خب خیلی خوبه. عزیزم درسته با نخود اوکی هستی ولی اینو باز مقایسه میکنی با اسنک های دیگه که میخوریم روزانه؟ نه خب من منظورم همینه ولی خوبه. حالا رو شکر. ولی دقیقاً اون طعمی که داری مثلا نخود و این چیزا رو پاک میکنی و یه بوی میگیره دستت، بو خامیه، بوی خامیه رو میده. یا بری کشو یه حبوبات رو بکشی بیرون. چند تا دیگه بخور لطفا. چی شده؟ بخور. خیلی خوبه. بچه‌ها یه تندی نه بچه عالیه. رو زبونم نه دروغ میگه. پشت دماغم بچه، پشت بینیم یک سوزشی داره ایجاد میشه. نمیدونم چرا. عالیه. اصلا همچین چیزی وجود نداره. این خانم رو میبینید این دستپختش عالیه. چرا پشت بینیم داره میسوزه؟ زبونم هم نه. بچه ایشون حتما باید دکتر باید. مشکل از خودشه. بچه اوکی بود، بد نبود نسبت به اونایی که خوردیم، نسبت به اون اسنک‌های دریایی این اوکی بود طعمش.
مرسی که تا اینجا ویدیو با همون بودین. بچه‌ها شما هم نظرتون رو بهمون بگین که آیا یکی از این اسنک‌ها رو خورده بودین نخورده بودین و اینکه به کانال مریم سر بزنین. آخرین ویدیوش خیلی هیجان انگیزه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و خداحافظ. سوشی با نه بوی چی بد رو مریم؟ چیزی همین سبزیجاتی. بوی راست میگی مطمئنی؟ وای خیلی تون من چیزی نخوردی کم. بخور تو حقت خوردن. روش خوردم. نه. خب تو باز پس کردی. الان من کسی که من باید توضیح بدم چون من باید باز کنم. ما داریم اشتباه میگیم. اگه من باید توضیح کنم اوکیه. تو بیار بالا.